1 اسفند 1403 هستش و ما در شهرستان خوی هستیم. از زمان زلزله تا الان یکی از غمگین ترین چیزهایی که ما دیدیم این بود که خوابگاه بچه‌های ما دچار آسیب شد و دیگه قابل استفاده نبود. به ناچار مجبور شدن بچه‌ها رو داخل مدرسه اسکان بدن. سلام، ابتدا خودم رو معرفی میکنم. مهران اشرفی از استان آذربایجان غربی در خوی درس میخونم. مدرسه ما در پره فیلورق بود، به خاطر زلزله به خوی منتقل شد. الان اینجا که میبینید کلاس های بچه های ابتدایی بود، به خوابگاه تبدیل کردند و الان اینجا زندگی میکنیم و اینجا مدرسه شبانه‌روزی بوده که به تبدیل به خوابگاه شد. اینجا مشکلات زیادی هم داشت. این ساختمان قدیمی است، به خاطر زلزله ترکه ها هم خورده، سرویس بهداشتی ما هم خرابه، حمام ما هم خرابه، اصلا خوب نیست برای حمام کردن و سرویس بهداشتی و حمام هم یکیه. کلا از امکانات خیلی دور است. خواهشمندیم که این مشکلات را حل کنید. ممنون. به نام خدا، بنده آزاد حسینی سارمانلو هستم. اینجا که میبینید قبلا محل بازی و ورزش بچه های ابتدایی بودن. الان هم میبینید که 23 تخت اینجا دارد، تخت 2 طبقه و بچه ها در این شرایط دارن اینجا زندگی میکنن. این خوابگاه بزرگ دارای سختی های زیادی هم هست که 2 تا سوفاش در این فضای بزرگ قرار داره که یکیش هم کار نمیکنه. در این فصل سردی دوستامون در سرما زندگی میکنن. از شما خواهشمندیم که ما را فراموش نکنید. من الان 6 ماه هست که به روستایم نمیرم به خاطر مشکلات هایی که راه دور است، کرایه راه خیلی زیاده و این 2 روزی که پنجشنبه جمعه تعطیل میشم در کافه شهرستان خود میروم و در آنجا زندگی میکنم. مسئولیت آنجا هم تو دست من، مثلا خودم غذای خودم رو میپزم، بعضی وقتا هم در آنجا کار میکنم برای درآمد خودم و این هم 6 ماه هست که خانواده‌ام رو ندیدم، پدر مادرم رو ندیدم. دلم هم خیلی تنگ شده واسه. اینجا برای من یه غم بزرگی داشت و داره. چرا؟ چون اگه ما با کمک‌های شما بتونیم اون خوابگاه و اون مدرسه‌ای که نیمه تمام هست رو به اتمام برسونیم، بچه‌های ما اونجا در آرامش از امکانات یک خوابگاه استفاده میکنن. ما به یاری شما بیش از گذشته نیاز داریم و امیدواریم که شما ما رو یاری بکنید و بتونیم اون مدرسه و خوابگاه رو به اتمام برسونیم تا بتونیم لااقل اگه بچه‌های ما اینقدر از ما اراده کردن که از خانواده هاشون دور بمونن، اینجا با این سختی‌ها درس بخونن، حداقل امکانات رو هم بتونیم براشون فراهم بکنیم.